کوین میچل بعد از ذکر نام‌های فراوان و تشکر بسیار زیاد از افرادی که به شکل‌های مختلف در نوشتن این کتاب به اون کمک کرده بودند و نظرات و بازخوردهای ارزشمندی ارائه دادن، چه در بین دوستان و همکاران و گروه‌های علمیش و حتی کمک‌های آنلاین، و تشکر از عوامل انتشار و قدردانی اختصاصی از شخصی به نام شابون روج برای صبر و شکیباییش در زمانهایی که به بررسی درباره موضوعات فلسفی پرداخته بودند، ما رو به تأمل در یک بازی هیجان انگیز پسرش دعوت میکنه. پلیر 1، بازیکن اول. آیا ما واقعا نویسنده های داستان های خودمون هستیم یا اینکه انتخاب های ما فقط توهم آزادی هن؟ این سوالات وقتی به طور عمیق تری برای من اهمیت پیدا کردن که داشتم پسرم رو در حال بازی با یک بازی ویدئویی تماشا میکردم. تو این بازی اون در یک اوپن ورلد، محیطی که بازیکن میتونه توی یک محوطه وسیع به دلهای خودش گشت و گذار کنه و هیچ محدودیتی در مسیری که میخواد بره نداره، هر جا بخواد قدم میزنه، شخصیت‌های مختلفی رو ملاقات میکنه و حتی تعدادی از اونها رو میکشه. من دیدم که شخصیت اصلی که پسرم بود وارد یه بار میشه و بعد از اینکه متصدی بار بهش سلام میکنه، بازی هم در مقابل گزینه‌هایی رو برای پاسخ دادن به پسرم ارائه میده تا بتونه اطلاعاتی رو در مورد مکان‌هایی که امتیاز و جوایز خاصی در اونها هست به دست بیاره. توی این گفتگو بین پسرم و بازی، عملاً گزینه‌های انتخابی پسرم توسط بازی محدود شده بود، اما اون هنوز هم داشت در بین اون گزینه‌ها انتخاب میکرد. این انتخاب‌ها روی ادامه گفتگو و وقایعی که بعد از اون پیش میومدن هم تاثیر میذاشتن. تصمیمات پسرم بر اساس هدف کلیش در بازی همواره در کشمکش و درگیری میان 2 تا انتخاب بود: keep exploring، immediately action. این که keep exploring بکنه و به بررسی و جستجوی بیشتر ادامه بده تا اطلاعات کافی برای گرفتن یه تصمیم مطمئن به دست بیاره، یا immediately action تصمیم بگیره، سریع عمل کنه و از همین موقعیت فعلی که داره بهره برداری کنه و ریسک از دست دادن چیزهایی که به سختی به دست آورده رو بپذیره. تمامی ملاحظات و عوامل مختلف که در بازی در نظر گرفته شده بر تصمیمات پسرم تاثیر داره و روی اونها نقش داره. با این حال پسرم هم دلایل خودش رو داره که داره بر اساس اونها عمل میکنه، درست مثل من و شما که هر روز و در تمام طول روز داریم همین کار رو انجام میدیم. حالا در مقابل اون متصدی بار بیچاره انتخابی نداره. اون به نوعی NPC یا نان پلیر کاراکتره، یه شخصیت غیر زنده بازیه که هر چیزی که بگه و هر کاری که بکنه فقط نتیجه حتمی برنامه‌ریزی‌های از قبل تعیین شده است و به نوعی هیچ درجه از آزادی رو نداره. اون فقط یه بخشی از یه سیستم کامپیوتریه. حتی NPC های پیشرفته، یعنی اون شخصیت‌های غیر زنده بازی که مثل هیولا در نهایت به آواتار پسرم، همون تصویر الکترونیکی که نمایانگر پسر عزیز من تو اون بازی بود، دیوانه‌وار حمله میکنن و به شدت نابودش میکنن، هم تحت کنترل کامل برنامه‌نویسی نرم افزار و اجزای الکترونیکی کنسول کنستریندن، ملزم و ناگزیرن. NPC ها یا شخصیت های غیر زنده بازی ظاهرا در حال انتخاب و تصمیم گیرن، اما واقعا اینطوری نیستن. اونها موجودات خودمختار اتونومس مثل ما نیستن. اونها فقط ظهور و تجلی یه سری کد و الگوریتمن که تو ساختار سخت افزار کامپیوترها پیاده سازی شدن و رفتارشون کاملا وابسته به ورودی‌ها و پاسخ‌های از پیش تعیین شده است. حالا در مقابل ما، اگرچه تحت تاثیر عوامل خارجی هستیم، اما خودمون هم علت چیزای دیگه ایم. اینجا اون جاییه که ایجنسی و عاملیت ما وارد عمل میشه و ما هم خودمون تصمیم میگیریم و هم مسئولیت اعمال خودمون رو هم به عهده میگیریم. حداقل اینطوری به نظر میرسه. به طور قطعی و مسلم احساس داشتن اراده آزاد یا فریویل رو داریم. اینکه کنترل کارها و انتخابهامون دست خودمونه، به صورت قطعی ما چنین احساسی رو داریم. همه ما هر روز با انتخابهای مختلفی روبرویم، از انتخابهای پیش پا افتاده و کم اهمیت مثل انتخاب صبحانه تا موقعیت‌های اجتماعی یا حرفه‌ای و جدی‌تر و مهمتر مثل تصمیماتی در قبال قبول پیشنهادات شغلی یا ازدواج. برخی از این تصمیمات رو با دقت میسنجیم و آگاهانه انتخاب میکنیم، برخی دیگر رو هم اتوپایلوت و به طور خودکار رو بدون تفکر عمیق انجام میدیم. حالا این کلمه اتوپایلوت چه تفاوتی با اتوماتیک یا آنکانشس داره بعدها بهش میپردازیم، اما به هر حال اگرچه که قبول داریم در هر لحظه
ما تحت تاثیر عوامل گوناگون محدود شدن، اما به طور کلی این برامون مهمه که خود ما نویسنده داستان زندگیمون باشیم. به همین دلیلی که ما رفتار دیگران رو بر اساس دلایل تصمیم گیریشون، نیت‌ها، باورها، آرزوها و خواسته‌هاشون تفسیر می‌کنیم. ما دائما در حال تحلیل انگیزه‌ها و عادت‌های همدیگه هستیم تا بفهمیم چرا مردم به شیوه‌های خاصی عمل می‌کنن. به خاطر فضولی؟ نه. این پرسش که چرا مردم به شیوه خاص عمل میکنن در نهایت موضوع اصلی اکثر سرگرمی های ماست. باورتون میشه؟ از نویسندگانی بزرگی مثل داستایوفسکی که نمایانگر تعارضات درونی شخصیت‌ها و چرایی رفتارشون هست و بر اینها تاکید میکنه، تا نمایش‌های واقع‌نمای تلویزیون مانند بیگ برادر که در اون شرکت کنندگان تحت نظارت و قضاوت قرار میگیرن، نشون میده که مردم به طور مداوم رفتار همدیگر رو ارزیابی میکنن و تلاش دارن با توجه به انگیزه‌ها و دلایل پیش بینی کنن که چرا افراد به شیوه خاص عمل میکنن. همه اینها بر این باور استواره که ما مثل حفره‌ها و قاشق‌ها و الکترون‌ها نیستیم که فقط اتفاقات روی ما اعمال بشه، بلکه خود ما هم یه کارهایی انجام میدیم. ما بازیگریم، مثل اون بازی پسرم که اگرچه ما تحت تاثیر عوامل بازی انتخابامون محدود میشه، ولی در نهایت خود ما هم داریم یه کارهایی انجام میدیم. اما مشکل اینه وقتی به این دیدگاه عمیق‌تر فکر می‌کنیم ممکنه به یک فکر ناراحت کننده و آزاردهنده دیسکامفیت برسیم. نکنه همونطور که شخصیت‌های غیر زنده بازی NCP ها رفتارهاشون بر اساس برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده بود، ما هم با وجود پیچیدگی‌های تصمیماتمون تحت تاثیر برنامه‌ریزی‌ها و ساختارهای موجود در مغزمون باشیم. کوین میچل میگه شما بدون فرض وجود یک امر غیر مادی، چه روح چه ذهن، اسمش رو هر چی می‌خواید بذارید، ایمتریال سول روح غیر مادی، ایثریال سابستنس جوهر یا ذات اصیلی و متعالی، یا حتی ذهن مایند که مسئول و هدایتگر باشه، نمیتونید از این واقعیت فرار کنید که آگاهی و رفتار ما از عملکردهای فیزیکی مغز ما ناشی میشه. ما تجربه‌های فراوانی داریم که نشون میده تغییرات فیزیکی در مغز ما چجوری میتونه انتخاب‌های ما رو تغییر بده. مثلا وقتی خدای نکرده مست هستیم، حتی خیلی خیلی کم، رفتار و تصمیماتمون کاملا متفاوت میشه. در واقع اصلا یه صنعت بزرگی از مواد مخدر وجود داره که مردم به دلیل احساسات متفاوتی که در اونها ایجاد میکنه اکثرا به صورت تفریحی رکرییشنال اونها رو مصرف میکنن، از کافئین بگیر تا متامفتامین که یه نوع داروی محرک سیستم‌های اعصاب مرکزی، همون کریستال خودمون که دوپامین رو تو مغز افزایش میده و باعث سرخوشی و افزایش انرژی میشه. اینها واضح‌ترین نمونه‌هایی هستن که نشون میده بعضی وقتا کنترل کارهامون دست ما نیست. گذشته از اینها هر زمان مغز ما دچار آسیب فیزیکی بشه، مثل ضربه به سر، سکته مغزی یا حتی تومورهای مغزی، ممکنه عملکرد اون تحت تاثیر قرار بگیره و در تصمیم گیری هامون و انتخاب‌های شخصیمون اختلال ایجاد بشه. به علاوه شرایط روانی، اسکیزوفرنی، افسردگی، مینیا، یه نوع سرخوشی غیر طبیعی که در اختلالات دو قطبی مشاهده میشه و خیلی از اینها میتونه تاثیرات بسیار زیادی رو بر روی انتخاب‌های ما بذاره و اونها رو تشدید بکنه. در چنین مواردی ممکنه یک پارچگی، اینتگریتی احساس هویت شخصی ما متزلزل بشه، یک پارچگی هویت شخصی ما به خطر بیفته. کوین میچل میگه همه ما دوست داریم که تو این بازی زندگی فکر کنیم بازیکن اولیم، اما شاید فقط NPC های فوق‌العاده پیشرفته هستیم که برنامه نویسیمون ممکنه اونقدر پیچیده و زیرکانه باشه که به نظر برسه واقعا در حال تصمیم گیری و انتخاب اعمال خودمون هستیم، اما شاید فقط داریم خودمون رو فریب میدیم. شاید ما صرفا تجلیاتی از کدهای ژنتیکی و نورونی هستیم که در سخت افزار بیولوژیکی پیاده سازی شدند و نه سخت افزار کامپیوتری. شاید قربانیان یه شوخی بیرحمیم، شخصیت‌های تراژیک در چنگال سرنوشت، مثل اونچه که آهنگ نارز بالکتی به گوش ما میرسونه. کیستی؟ ای که خود را چنین میپنداری، خدا خیرت بده. واقعا گمان میکنی بر همه چیز تسلط داری؟ Bless your soul. برو خدا خیرت بده.